سلام. اون دسته از افرادی که میل جنسیشون خیلی کمه میخوان تقویتش کنن یا اسپرمشون ضعیفه میتونن از این ترکیب گیاهی استفاده کنن. برای تقویت اسپرم و همچنین مسئله تأخیری و میل جنسی بیشتر من امروز این ترکیب گیاهی رو براتون آماده کردم. خب ترکیب گیاهی ما شامل هسته پسته، بادام هندی، فندق، بادام زمینی. البته به جای بادام زمینی میتونید از بادام شیرین استفاده کنید که خیلی تاثیر بیشتری رو هم داره، ولی مشتری ما امروز به اشتباه آورده. خب بعداً خرنوب، گرده گل و ریشه جنسینگ. البته ریشه جنسینگ هم کره‌ای باشه تاثیر خوبتری رو داره از ریشه جنسینگ ایرانی. این اقلام رو میارید با همدیگه ترکیب میکنید. خب ما با همدیگه میریم سراغ آسیاب کردن. مهدی جهانی. خب دوستان، همطور که میبینید ما تمام موارد رو پودرش کردیم و همچنین میخواهیم بنا به سفارش مشتری توی ظرف بزرگ بریزیم و با شیره عسل، البته عسل طبیعی باید باشه، باش قاطی میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. خب همونطور که میبینید معجون جنسی ما آماده شد و یه درمان کننده قوی برای مشکلات ناباروری، میل جنسی و تقویت اسپرم هستش. کاملا طبیعی. هر کجای ایران هستید اگه نمیتونید خودتون این دارو رو بسازید میتونید سفارش بدید، برای ما پیام بذارید. هر جای ایران هستید ما میتونیم براتون ارسال کنیم.